زمانی که من با ایشون زندگی میکردم ایشون جواب به مادرش رو نمیداد و حتی فرزندش آقای کامبیز خان که شما تشریف داشتید در تهران مدام میگفت این کی میره از اینجا و چندین بار گفتم که چرا؟ گفت برای اینکه اینجا برای من دردسر درست میکنه، میره مهمونی فلان میکنه، میگیرنش و هزار بدبختی و چیزایی راجع به خود کامبیز برای من تعریف کرد که من فهمیدم روز اول کجا زندگی کردم. یه بار داشتیم شام میخوردیم، ایشون برگشت گفتش که کامبیز اومدم خونه دیدم یه روز نیست و پدرش زنگ زده گفته لوازمتو جمع کن با یه ساک بیا از مرز ترکیه، در واقع من واردت میکنم به ترکیه و کامبیزم میره تو راهزنو میزننش، هزار جور اتفاق براش میفته، پاسپورتش گم میشه و خلاصه میرسه اونور و پشیمون میشه و زنگ میزنه به مادرش و ازش میپرسه که میگه که من اشتباه کردم، من غلط کردم، میخوام برگردم خونه و خانم گوگوش با زبان خودش برای من تعریف کرد که من به کامبیز گفتم پاتو بذاری خونه قلم پاتو میشکنم، تو دیگه بچه من نیستی. و خود کامبیز میدونه که چه اتفاقی برای زندگیش پس از اون افتاد.